خبرها رو دیدی؟ جنگلای شمال، همونایی که چندین بار با دوست و خانواده و رفیق رفتیم سفر، دارن میسوزن. یه لحظه حس کردم خودم وسط اون دودا گیر افتادم. تو هم این حسو داشتی؟ اون حس عجیب نگرانی و ناراحتی که انگار یه تیکه از خاطراتت داره میسوزه. اگه بهش فکر کنی این جنگلا فقط یه مش درخت نیستن، جنگلای هیرکانی هن. چند میلیون سال قدمت دارن، مثل کتاب تاریخ طبیعتن. ما همیشه وقتی میخواستیم آروم بشیم میرفتیم همونجا. بارون ریز روی برگا، بوی خاک خیس، هوای سرد صبح، اینا قسمتی از روح ماست. وقتی اینا میسوزن فقط درخت نمیسوزه، یه تیکه از حس آرامش و خاطراتمون هم دود میشه. طبیعیه ناراحت بشیم، طبیعی تر از اون اینه که احساس کنیم کاری از دستمون بر نمیاد. این حس دقیقاً همون چیزیه که اکثر مردم تجربه میکنن، یه جور اضطراب محیطی. ولی این یعنی تو آدم بی احساسی نیستی، یعنی هنوز اهمیت میدی، هنوز دلت برای چیزایی که دوست داشتی میسوزه و این خودش یه نشونه قشنگه از اینکه انسانیتت سر جاشه. ببین این آتیشا فقط چند تا چوب خشک نیست که بسوزه، این درخت خونه هزاران موجودن، پرنده هایی که دیگه جایی برای خواب ندارن، حیواناتی که مسیرشون گم میشه. اینا چیزاییه که کمتر بهش فکر میکنیم. وقتی این واقعیت رو ببینی میفهمی چرا این اتفاق اینقدر رو دل آدم سنگین میشینه. مغز ما وقتی یه جای آشنا و امن از بین میره یه جور غم خاص تولید میکنه. به این میگن غم از دست دادن فضای امن. مثل وقتی که یه چیز ارزشمند رو گم میکنی. طبیعت برای خیلی از ما نقش یه پناهگاه ذهنی رو داره. پس ناراحت شدن نه تنها عادیه، بلکه نشون میده مغزت داره درست کار میکنه. اینو بدون، آدمایی که با طبیعت ارتباط دارن از نظر روانی سالمتر و آرومترن. پس وقتی طبیعت آسیب میبینه احساسات ما هم تکون میخوره. اولین چیزی که میتونی از این اتفاق یاد بگیری اینه که احساساتت رو بشناسی. این ناراحتی یعنی تو نسبت به دنیای اطرافت بی‌تفاوت نیستی. این یه نقطه قوته، نه ضعف. حالا بریم سراغ کاری که میتونی بکنی. تو نمیتونی آتیشو خاموش کنی، ولی میتونی یه کاری کنی که دوباره این اتفاق نیفته. چطوری؟ آموزش دیدن، بدونیم چطوری محیط زیست رو کمتر آسیب بزنیم. آگاهی دادن، به بقیه هم یاد بدیم. رعایت توی سفرامون، آتیش، زباله، سیگار، کمک به کمپینای محیط زیستی و مهمتر از همه کاشتن حتی یک نهال. مغز ما وقتی یه کار کوچیک میکنه یه حس کنترل پیدا میکنه. این یعنی تو از حالت بی‌قدرتی در میای و وارد حالت تاثیرگذاری میشی و این بهترین دارو برای اضطراب طبیعته. آره، جنگل داره میسوزه و این درد داره، ولی از زیر همین خاکسترها دوباره زندگی در میاد. جنگلی که امروز میسوزه فردا دوباره سبز میشه و تو میتونی بخشی از این سبز شدن باشی. اگه این ویدیو یه چیزی بهت یاد داد، اگه حس کردی یکم بهتر شدی، اگه خواستی یکی دیگر آروم کنی براش بفرست. شاید همین یه ویدیو باعث بشه یکی دیگه یه قدم کوچیک برداره و همین قدمای کوچیک دنیا رو میسازه.